السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینها تمامش عقاید باطل، شرکی و شیطانی است برادر عزیز. هیچ کسی غیب بدون الله سبحانه و تعالی نمیدونه. بخت باز شدن، بسته شدن، اینها تمام چیزهایی است که اینا خودشان درست کردن. بخت نه باز میشه نه بسته میشه. اینها با استفاده از شیاطین و جنیات بالای مردم کلاه میگذارند. جایز نیست که کسی با کمک با استفاده از جن یا شیطان یا اشخاصی که در رابطه با جن هستند چنین معلومات را به دست بیارند، به خاطر که اولا جنیات مثل انسان ها از علوم غیب بیخبر هستند. الغیب عند الله، فقط غیب از آن الله است. و اگر جنیات یا اجنه از چنین چیزهایی خبر باشند، طبیعتا خود اشخاصی که با آنها رابطه دارند قبل از اینکه دیگران را تحت سیطره و فشار بیارند اونا از او استفاده میکنند. و این جنیات تا وقتی که بنی آدم به الله سبحانه و تعالی شرک نبیاره خبر را به اونا مهیا نمیکنه و اکثریت خبرایشان دروغ است و رفتن نزد این کلاهبرداران و عرافان و کاهنان از گناهان کبیره هست برادر. این در واقع یک نوع از کفر است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که اگر کسی نزد کاهن بره و از او در مورد چیز سوال بکنه سپس او را تصدیق بکنه، نماز چنین شخص تا 40 روز پذیرفته نمیشه. و عدم قبولی نماز 40 روز برای کسی است که فقط از اونا سوال میکنه ولی باور نمیکنه. یعنی شما فقط سوال میکنید که علمی چطور میشم، بختم باز است، بسته است، فلان است، بسم الله است، امی کف دست مرا ببین که می چی نشته است، چی نیست، فلان. فقط سوال کردن شما باعث میشه که تا 40 روز نماز شما قبول نشه. رسول مبارک صلی الله علیه و سلم میفرمایند که هر کس نزد عراف یا کاهن بره و او را در گفتهایش تصدیق بکنه، با این کار با او که بر محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده کفر ورزیده. به خاطر که جن و شیطان اخباری که نزد کاهن و عراف میارن بنی آدم وادار به شرک میکنن، از قبیل قربانی برای جنیات و این و آن. علاوه بری جن و شیاطین علم غیب ندارن که اونا بتوانند چیز را بر شما بگویند. با او خاطر این کسایی که کلاهبرداری میکنن، دعانویسی میکنن، اینا با شیاطین، با جنیات خود اینا ارتباط دارن و تا وقتی که اینا به الله شرک نورزند تا او وقت جنیات و شیاطین با اینا کار نمیکنن. بنابراین استعانت از اونا جایز نیست، حرام است و فایده هم نداره، به خاطر که خود از اونا از علم غیب بیخبر هستند. و اگر فرزن کدام خبری از بین 100 خبر یک خبر راست اگر بر اینا برسه، چون ما اونا رو نمیبینیم، اینا گوش میکنن، میبینن در هر جا هستن، به خاطر از اینکه او شخص به الله کافر شود، به خاطر که او مشرک شود، به او خاطر چی میکنن اینا؟ او خبر از یک طریق میرسونن، از طریق این کلاهبردارا. این کلاهبردارای دعانویس و اینها و آنها، تمام اینها فقط به خاطر گمراه کردن انسان هستند. اینها شیاطین انسی هستند که بر روی زمین مانند انسان ها در گشت و گذار هستند. در حقیقت اینها خودشان شیاطین هستند. امید است که موضوعات را درک کرده باشید. هر کسی که علم غیب میگوید خود از او مشرک است. هر کسی که میگه بیا بختت بسته است من باز کنم خودش مشرک است. هر کسی میگه که بیا من برای دعا نشته کنم با این دعا بخت تو باز میشه او خود از او مشرک است. هر کسی که اسم شما را و اسم مادر شما را پرسان میکنه یا اسم شخص غایب با نام مادرش پرسان میکنه او ساحر و جادوگر است و او کافر و مشرک است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره اینا فرمودند که الحد ساحر سیف، یعنی باید حد از اینا با شمشیر زدن است، سر اینا با شمشیر باید بریده شود. چگونه شما نزد این چنین عرافان و بدبختان و انسان های کثیف البنیه شما چی میکنین؟ مراجعه میکنین؟ اینها سرشان از زدن است، اینا از کشتن است. الله سبحانه و تعالی ما را هدایت بکنه. آمین یا رب العالمین.